تورپشته‌های باستانی در دفینه‌یابی. اولین نشانه‌ای که در سطح شما به آن برخورد خواهید کرد، پشته خاکی مخلوط با سنگ قلوه‌ای که در زیر آن پوششی از لایه‌های ملاطی قرار می‌گرفته که بعد از آن در عمق خاک مقبره‌ای مهندسی شده با دیوارهای سنگچین شده قرار خواهد گرفت. عمق این مقبره عموماً بین 2.5 الی 5 متر هست. دور مقبره لایه‌های خاک ماسه و آهک و همچنین نکته‌ای که باید بسیار به آن توجه داشته باشید، کاربرد پرتکرار این تدفین در تمامی دوره هاست. تدفین عموماً یا روی سکو یا در تابوت‌های سنگی قرار می‌گرفته، جهت ورودی در دیواره‌های افقی بوده و هدایای مقبره در کناره تدفین یا در گوشه‌های مقبره قرار می‌گرفته. پیروز و موفق باشید. حسین ایران دوست.